امروز 19 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودیست تقدیمتان. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوعها را داریم. سیم-کارت با شناسنامه نو و زیر کامراهای نظارتی رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک قرار دستور نوی استفاده سیم-کارت ها را تصدیق نمود. بعد 6 سال توقف فابریکای مرغ‌پروری در مومن‌آباد به فعالیت پرداخت. رهبر ناحیه میگوید آنها توانستند در 3 ماه مقدار زیادی گوشت مرغ را به بازار برآورند. اگر یک روز اگر 2 روز دیر شود وزنش زیاد میشود، خوشگی ضررآور میشود. و پول بلیط هواپیما گرانی میکند. با اتوبوس بروید. من بعد از شهر بختر بر روسیه اتوبوس به راه میبراید. هذا ضروري كارشون أبتيا هذا بريء. با قرار حکومت تاجیکستان شخصانی که شناسنامه نمونه سال 2014 را ندارند سیم-کارت خود را از نو به قید میگیرند. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای این قرار از روز 9 فوریه ترتیب و طلبات پیوستشوی به شبکه علاقه برقی در کشور را تغییر داد. طبق این قرار خدمت رسانی سیم-کارت‌هایی که در مهلت 6 ماه استفاده بردن نمیشوند قطع می‌گردند. امام علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای از نو به قیدگیری سیم-کارت‌های شخصانی که شناسنامه نو یعنی پلاستیکی ندارند در دوام نیم سال چاره‌جویی نمایند. حکومت تاجیکستان مسئولین این بخش را برای نصب کامراهای مشاهده‌ای در نقطه‌های خرید و فروش سیم-کارت‌ها عهده‌دار نموده موظف کرده است که زیاده از 2 سیم-کارت را به نام یک شخص به قید نگیرند. ضمناً در قراری که رئیس جمهوری تاجیکستان امضا نموده است درباره گران کردن نرخ سیم-کارت چیزی گفته نشده است. در ناحیه مومن‌آباد فابریکای پرنده پروری دوباره به کار آغاز کرد، ولی به گفته مسئولان بنابر نداشتن متخصص حالا استحصال تخم و برآورش جوجه به راه مانده نشده است. اما با این هم حکومت ناحیه خوشبین است که اگر فعالیت فابریکا چنین ادامه کند قرضش را که 3.5 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد برمیگرداند. بعد از 6 سال توقف در فابریکه یکرچه به استحصال گوشت مرغ پرداختند. مقامات گفتند ماه آخر تا 35,000 تن گوشت به بازار برآوردند. 20,000 تخم دیگه موندگیه. بو برای آیندهش هم خیلی مرحله به مرحله گوشت پارێزی استحصال میشه. ما همین میتونیم که یک بار از 30,000 مونیم، لیکن و کشتورش هم اگر یک روز اگر 2 روز دیر شود وزنش زیاد میشود، خوشگی ضررآور میشود. یکرچه بزرگترین کارخانه سهامی منطقه کلاب است و 12 سیخ پرورش مرغ دارد. سال 2012 با 3.5 میلیون قرض توانایی استحصال گوشت را از دست داد و تا حال پروندهش در دادگاه است. بواره کوی داره که فابریکا فایده آور کار میکنه، همین خیلی طبقاتی برای در آینده قرض هم پرداخت میکنه. مقامات میگویند حکومت یکرچه را به برنامه رشد پرنده پروری شامل کرد و برای اجرای آن مجبور بودند برای فعال کردنش به صاحبان فشار آورند. روز شب ما گفتیم که اگر با کار ندارن ما میگیریم یا آدم امکان داره میتونه واقعی. در این سیخ‌ها 25,000 مرغ نگهداری می شود و به این شیوه کار جریان دارد و گوشت‌های تیار چنین نگهداری می شوند. هر یک مرغ 2 کیلو وزن و هر کیلوی آن 20 سومانی نرخ دارد. تا 60 نفر در این کارخانه کار می کنند. مقامات مومن‌آباد به رادیو آزادی گفتند به تنظیم کار و استحصال در کارخانه یکرچه هوسمند هستند و تا 1 میلیون سومانی بودجه ناحیه از آن بهره ور می شود و استحصال گوشت مرغ را در یک سال تا به 15,000 تن می رسانند. بینندگان عزیز توجه کنید به یک اعلان. رادیو آزادی روز 12 فوریه بخش اول سلسله گزارش تاریخی را زیر عنوان ریگ آمو 300 ساله نخست اسلام در ماوراءالنهر در آزادی ویدیو و وبسایت رادیو آزادی نشر کرد. پیشنهاد میکنیم که این فیلم را تماشا کنید و نظر و سوالات خود را برای ما بفرستید.
ضمناً امروز در پخش مستقیم توسط شبکه یوتیوب مؤلف سلسله گزاریش عباس جوادی با سوالهای شما بینندگان عزیز درباره بخش اول این سلسله و نقشه هایش در مورد بخش‌های بعدی این لایه ریگ عمو پاسخ داد. شما را به تماشای این صحبت دعوت میکنیم. من برنامه را ادامه میدهم. یک شهروند کانادا را که صدایش در بیشتر نوارهای ویدیویی گروه تندروی دولت اسلامی با زبان انگلیسی استفاده شده است در سوریه بازداشت کردند. نیویورک تایمز روز 18 فوریه گفت شهروند کانادا را نیروهای ائتلافی ماهیانور دستگیر نمودند. نشریه از او محمد خلیفه 35 ساله نام برده است که در عربستان سعودی به دنیا آمده، سپس به تورنتو رفته است. او در بخش تکنولوژی کامپیوتری تحصیل کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بانک مرکزی ازبکستان اعلان کرد که 25 فوریه پول نقدینه نوی 100,000 سوم را به معامله وارد میکند. بانک گفته است که در 100,000 سوم نو رمزهای مخصوص برای مردم نوبینو جای داده شده است. فعلا 100,000 سوم ازبکی به تخمینا 12 دلار آمریکا برابر است. تا این زمان کلانترین پول ازبکی نقدینه 50,000 سوم است که در ماه آگوست سال 2017 به معامله وارد شده است. اقتصاددان‌های ازبک سالهای طولانی اصرار می‌ورزند که برای رفع کمبود پول نقد در معاملات ورود پول 50,000 و 100,000 سوم ضرور است. با کاربران رادیو آزادی که عزم سفر ازبکستان دارند و احتمال در آنجا پول خود را هم تبدیل کردنی هستند، خاطر نشان میکنم که 100,000 سوم به ازبکی 100,000 سوم می شود. و در ادامه موضوع ازبکستان در این کشور رئیس دادگاه ماموری ولایت نوایی اوتابک توشف یکی از زیردستانش را چنان لطوکوب کرده است که کارمند حالا در بیمارستان است و این قضیه را دوستی آنها تفتیش میکنند. در یک صحبت با همکارمون از بخش ازبکی رادیو آزادی سروژین اسلام پرسیدم که این اصول زوردستی رهبریت رئیس دادگاه را تا کجا خواهد برد. خب دیروز یکی از نزدیکان جبردیده با من تماس گرفت و پس از اون من دنبال این حادثه گشتم. قضیه روز 15 فوریه در شهر نوایی مرکز ولایت نوایی ازبکستان رخ داده است. رئیس سود ماموری ولایت نوایی یک کارمند قطاری خود را لطوکوب کرده است. با گفته شاهدان رئیس سودی ماموری یک کار را برای اجرا کردن سپارش میدهد، ولی کارمند قطاری که متخصص کامپیوتر بود میگوید که من وقت زیاد ندارم و کار زیاد دارم. پس از او رئیس خیلی خشمگین میشد و کارمند خودش را بسیار سخت لطکوب میکنه. وقتی که میافتد بین دو پایش میزند و بالاخره او مجبور می شود یاری تجلی را زنگ زند، او را میبرند و تشخیص میکنند که یعنی ضربه خیلی سنگین را گرفته است بین دو پایش و هنوزم او در بیمارستان می باشد، در بیمارستان مرکزی ولایت نوایی. من با او صحبت کردم، او گفت که 3 روز باز بیرون برآمدن نمیتواند و حتی ای باشدم میگویم به ایزارم ترک کردم گفت. یعنی وضعیتش خیلی سنگین بود. این قضیه البته سر و صداهای زیادی را از نو دوباره احیا میکنه به نظر من. البته در ازبکستان لطوکوب زیردستان حادثه نادر نیست. در دوران شوروی حتی قضیه هایی بودند که میتوان گفت در سراسر عالم مشهور شدند. رئیسان دست دراز به اصطلاح تربیت کشاورزان را توسط مشت و لغت عملی میکردند. به نظر میرسد که امروز هم این تجربه ادامه دارد. درست است، بار اول نیست، چون سالهای گذشته ما قضیه های زیاد را دیدم. مثلا فیمر را حاکم میزند، حاکم را حاکم ولایت میزند و حاکم ولایت را وزیران میزنند. خلاص این قضیه، این معمای خیلی سنگین حتی در مجلس های کلان دولتی نیز مطرح شده بود. خودی پرزیدنت کشور شوکت میرزیویف گفته بود که حق ندارد کارمندای عادی را، کارمندایی که زیر دست رهبران کار میکنند لطوکوب کنند، حقارت کنند، دشنام کنند، به تضییق درآورند. ولی یکی از حادثه های مثلا بسیار به خاطر ماندنی اون بود که معاون سروزیر این کشور ظاهر میرزایف 6 کارمند ولایت تاشکند را مجبور کرده بود درونی جو درآیند.
و این پس از این حادثه مطرح شدنش و پخش شدنش در وسایل اخبار و ما دنبال این خبر گشتیم و بالاخره خود پرزیدنت معاون سروزی رو از کار سبکدوش کرد و به یک ناحیه دوردست ولایت جزخ فرستاد. یعنی این معما در ازبکستان خیلی کلان است. خب امیدوار میشویم که سابق معاون سروزیر ازبکستان تربیت زیردستانش را با مشت و لغت ادامه نمیدهد و از این حادثه سبق خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اگر شما میخواهید در تهیه برنامه خبری مساعدت کنید، رقم ما در وایبر و واتساپ در خدمت شماست. تنها همین را خاطررسان میکنم که رقم مذکور برای صحبت تلفنی نیست، بلکه خبر و عکس و نوارای شما را قبول میکند. اگر شما این گونه مواد دارید، با رقم پلوس 420 724 05 66 81 بفرستید. ما برای گرفتن جزئیات برای شما زنگ میزنیم. اکنون در جنوب تاجیکستان سفر مهاجران با اتوبوس بر روسیه امکان پذیر شد. مسافران میگویند هرچند راه سفر کوتاه نیست، اما نرخ راهگیرا نسبت به بلیط هواپیما برایشان مناسب تر است. در گذشته شکایت مسافرانی که برای رسیدن تا روسیه از اتوبوس استفاده میکردند زیاد شنیده میشد. شرایط اتوبوس و انتظارات مسافران خط سیر باختر روسیه را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم. بهرام به شهر اکاترینبورگ روسیه سفر دارد. خیلی شد 2 سال شده اومدیم در زنگ گرفتم که بخوایم مقصد بو میریم و تو بخریم اگه کار کنیم مقصد بیایم اگه نویگری ای پر زندگی. خبری رفتن مسافربرها از شهر باختر بر روسیه بهرام را خوشحال کرد. اتوبوس نرخ ارزانتر مقصد با خوب میشه ارزانتر برای 750 سوم. بازارگل قاسیمова مادر بهرام است که میگوید از یک جانب خرسند است پسرش به مهاجرت رفته پول میفرستاند، ولی با اتوبوس رفتنش او را به تشویش آورده است. خدا اگه برای کارشون ابتیه خدا برای ما. مسافربرهای خوجند ترانس سرویس یک شرکت تاجیکستانی در یک هفته یک بار بر روسیه می روند. مسئولین این شرکت بر رادیو آزادی گفتند بالا رفتن نرخ چیپته هواپیما بازار آنها را در ختلان گرم کرده است. از سببی که چیپته هواپیما گرم شدگی از طلبگارا خیلی هم بسیار شدگی. با کدام شهرها می روند؟ یکاترینبورگ، مسکو، تیومن، چلیابینسک و تمام شهرهای نوسیبیرسک. ختلان از منطقه کم بضاعت تاجیکستان است و مردها اساساً برای دریافت رزقشان بر روسیه می روند. یوسف جان می داند که 3 روز در راه خواهد بود و توشه‌اش را با خود گرفته است. 3 روزم اگر بره که اتوبوس ارزان میری و بیچاره ها میبره اتوبوس چلیابینسک گوجه افتاده میفروره میری زمین افتاده این سمالات قطع میری اگه بلیط دپوسیم 1800 یک خیروز میشه 2000 و در خیلی بیچاره های کماقل از زورش نمیرسه و بچه ها از کردیت گیفته میره سمالات قطع میگردانه و یک جا میته یک خیلی ممین میشه که قطع اتوبوس میری ویزو چی دین میگذاری میری. مسافربرهای خوجند ترانس سرویس از طریق ازبکستان و قزاقستان بر روسیه می روند که تاریخ سفر آنها تا شهر مسکو 3 روز بوده است. خوراک از حساب خودشان است. وای فای هست از قزاقستان وای می شود برای که این اتوبوس‌های رسیدن. مهاجران کاری که از ختلان بر روسیه رفتند رسما 240,000 گفته می شوند. در پس منظر بالا رفتن نرخ چیپته های هواپیما با اتوبوس بر روسیه رفتن خرج آنها را کمتر می کند. و صادرکننده های محصولات روسیه سال 2018 به دلیل تحریم های اقتصادی کشورهای غرب 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرر دیدند. در این باره خبرگزاری اینترفکس با استناد به گزارش وزارت رشد اقتصادی روسیه اطلاع داد. از همه بیشتر ضد محصولات روسیه اتحادیه اروپا محدودیت جاری کرده است که 25 نوعاند. اوکراین با 22 محدودیت در مقام دوم و هندوستان با 16 عدد در مقام سوم قرار دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آن که تا آخر برنامه ما را همراهی بودید تشکر میگویم و همین گونه دعوت میکنم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شماست. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می‌گردد. خدا نگهدار.